این یک خانواده است که هر جا میرن معمولا روی هم خوابیدن. این موجودات مورچه‌خوار هستن. از پایین به بالا شوهر، خانوم و بچه. واقعا میشه گفت مورچه‌خوار نر یک شوهر نمونه بین تمام حیواناته. هر دفعه که شوهر میخواد بره بیرون، زن و بچه رو کول میکنه و معمولا اجازه نمیده پاشون زمین رو لمس کنه. از نظر بقیه حیوونا که از بیرون نگاه میکنن، به نظر میاد که اونا دارن پوز رابطه عاشقونه‌شون رو میدن، ولی در واقع این ذات و طبیعت مورچه‌خواراست. به دلیل نیاز به کندن لونه مورچه‌ها، دست جلویی مورچه‌خوار پنجه‌های بلند و قدرتمندی داره. این امر باعث میشه که اونا نتونن خانم و بچه‌های خودشون رو با اندام‌های جلویشون مثل بقیه حیوونا در آغوش بگیرن. علاوه بر این، حمل کردن همسر و بچه رو پشتشون میتونه خانواده رو از تهدید شکارچی‌های احتمالی روی زمین محافظت کنه و همچنین مراقبت از بچه‌ها در حین جستجوی غذا هم راحت‌تره. در نهایت گفته میشه این رفتار به تقویت ارتباط عاطفی بین اعضای خانواده و حفظ امنیت بچه‌ها کمک میکنه. من رو فالو کن و دنیای متفاوت رو کشف کن.